جلسه رو میخوایم شروع کنیم با یک خانمی که چند جلسه از شعر خونده و شما علاقه بهش پیدا کردید. اول جلسه هم آمد به من گفت که من اومدم استفاده کنم ولی منو صدا نکنید که شعر بخونم. گفت همش که نباید یه طرفه باشه، باید استفاده هم بکنن از اشعار شما و اون بیان قشنگ زیبایی که شعر رو عمل میارید. واقعا 300 گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده میترسانی. ما گر ز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حاضرین محترم. تشکر از آقای صدرا به خاطر این همه لطفی که داشتن. من اجازه میخوام یه غزل مثنوی قدیمی بخونم از آقای بادکوبه‌ای. معذرت میخوام که این شعر رو شنیدن قبل. یه غزل مثنوی قدیمی بخونم که من تقدیمش کردم به لیلا که در باور من مظهر تمام رنج‌های ایرانیه. من لیلا میخونم و شما هر اسمی که دوست دارید بشنوید. لیلا، نگاه کن که غزل بیقرار توست. لیلا، نگاه کن که غزل بیقرار توست. حتی دل سپید سحر داغدار توست. لیلا، ببین که قلب زمین هم شکسته است. بعد از تو پشت عاطفه از غم شکسته است. من مانده‌ام بدون تو اینجا، من مانده‌ام بدون تو اینجا و کوه درد اینجا، میان این همه تندیس‌های سرد. اینجا که در نگاه زمین شوق مرده است. اینجا که در قمار زمان یأس برده است. اینجا که پای عشق به زنجیر بی کسی است. هر آیه هر غزل همه تفسیر بی کسی است. اینجا تبر به روح سپیدار میزنند. اینجا تبر به روح سپیدار میزنند. آینه را به جرم صفا دار میزنند. آهنگ اگر طلب کنی از ساز سرنوشت، با رقص تازیانه و خون تار میزنند. اینجا نخست قلب غزل میدرند. اینجا نخست قلب غزل میدرند و بعد در مجلس عزای غزل زار میزنند. از رنج وحشت است اسیران شعر من، این گونه سر به سینه دیوار میزنند. شه دخت شرق کشور اندیشه های من، شهزاد شرق کشور اندیشه های من. اینجا تبر به روح سپیدار میزنند. لیلا، بلند شو، به غزلهای من بخند. با من بیا، به مردم این خطه دل نبند. با من بیا، اهالی این شهر خستند. غمگین عقاب‌های پر و بال بستند. با من بیا، نمانده دگر جا برای ما. اینجا که رنگ و بوی ریا می‌دهد دعا. همپای خوب من شو در این راه تا خدا. من با تو هم، تو با من و همراه ما خدا.